سلام، بایت اکتیو خوش اومدین. با یکی دیگه از ویدیوهای کورس آموزش انجینیکس در خدمتتون هستیم و امروز میخوایم پروتکل HTTP رو بازم در موردش صحبت کنیم و این دفعه در مورد یه متد مهم دیگه، در مورد متد پست که کاربرد خیلی زیادی توی پروتکل HTTP داره و احتمالاً همه ما هر روز بارها و بارها از این متد استفاده میکنیم صحبت کنیم. صحبت در مورد متد پست رو با مثال در مورد سایت هایی که فرم لاگین دارن شروع میکنیم. خیلی وقتا شما مثلا میخواین برین ایمیلتون توی سایت گوگل، جیمیل رو میخواین باز کنین، ازتون میخواد که توی اون فرمی که برای لاگین هستش یوزرنیم و پسوردتون رو وارد کنین، نام کاربری و رمز عبور متناظر رو وارد کنین و بعد احتمالاً کلید ساینین یا لاگین رو بزنین و منتظر باشین ببینین که لاگینتون انجام میشه، دسترسیاتون برای که میخواین اتفاق میفته یا خیر. وقتی که شما یوزرنیمتون و رمز عبورتون رو توی اون کادر مربوطه وارد میکنین و کلید ساینین رو میزنین، در واقع تو پشت صحنه شما دارین یک سری اطلاعات که شامل نام کاربری و رمز عبورتون هست رو برای وبسایت ارسال میکنین، برای اون اپلیکیشن ارسال میکنین و این اپلیکیشن هستش که وظیفه داره که بررسی بکنه و تایید بکنه که آیا این نام کاربری و رمز عبوری که شما وارد کردین درست هست یا خیر و بعد بسته به شرایط یک سری دسترسی ها رو به شما بده یا اینکه یک سری دسترسی ها رو به شما نده. ولی اون چه که برای ما مهمه اینه که اینجا چون شما میخواین یک سری دیتا ارسال بکنین در زمانی که دارین ریکوست میکنین با سرور، شما کلاینتین و دارین با سرور صحبت میکنین با پروتکل HTTP و این دفعه وقتی که میخواین ریکوست بکنین URI مد نظرتون رو، یک سری اطلاعات رو میخواین ارسال بکنین تو این ریکوستی که دارین میفرستین برای سرور. اینجا اونجاییه که متد پست استفاده میشه، چون دیگه متد get اینجا برای شما کار نمیکنه و کاربردی نداره. اینجا دقیقاً شرایطیه که متد پست به کار میاد و برای شما کار میکنه. پس متد پست در پروتکل HTTP کاربردش اینه که شما میخواین یک سری اطلاعات ارسال بکنین به سرور تا سرور اونا رو پروسس بکنه و بعد بسته به شرایط و تصمیمی که میگیره یک سری دسترسی به شما بده یا نده تا شما بتونین از اون اپلیکیشن استفاده بکنین. نکته مهم در متد پست اون بخشیه که شما میخواین دیتا ارسال بکنین. این مثالی که روی اسلاید هست رو با هم یه مرور بکنیم. اینجا داره میگه که متد پست در حال فرموله شدنه برای این ریسورس خاص login.php پروتکل مورد نظر HTTP ورژن 1.1 و بعد در ادامه در بادی داره میگه که یوزر ادمین، این البته اشتباه تایپ شده، این یوزر مساوی ادمینه، یوزر ادمین پسورد مثلا تست 123 و این دیتا رو تو بادی داره با ریکوست ارسال میکنه برای سرور و بعد باید منتظر باشه که سرور بهش ریسپانس بده و منتظر نتیجه بررسی باشه. پس یه بار دیگه میگم اینجا یوزر مساوی ادمین باید تایپ میشده، اشتباه تایپ شده. بهتره بریم سراغ لابراتوارمون و اون چه که در موردش صحبت کردیم و دقیق تر با هم بررسی کنیم. من یک وایرشارکی ران کنم. مرورگرم باز کنم. خب وایرشارک رو استارت کنم. اینجا
این یه صفحه لاگینه، من کدشو فقط از اینترنت کپی کردم. اینجا یه تست بگیرم آیتی اکتیو، توی پسوردم بزنم پس 1 2 3 لاگین رو بزنم. این الان اینجا به من ارور میده چون من این کد این صفحه لاگین رو فقط از اینترنت به عنوان نمونه دانلود کردم و این در واقع پشتش پروسسی وجود نداره تا به جایی بره، ولی چیزی که میخوام و انشالله به ما نشون میده. فیلتر کنیم روی HTTP. خب اینو ببینیم با هم. ببین اینجا ریکوست ما ارسال شده از نوع get برای صفحه. این اونیه که اشتباه تایپ کردم، اینجا درستشه، یه بار اشتباه تایپ کرده بودم. get صفحه login.html host web.ia.internal و بقیه موارد. سرور ریسپانس داده با کد 200 و در ادامه این بادی صفحه لاگین ماست که برای ما ارسال کرده که گفتم من اینو فقط کپی کردم. و بعد در ادامه اینجا مهمه، وقتی صفحه برای ما اومده ما رو یوزر پس رو وارد کردیم و لاگین رو زدیم. اینجا متد پست وارد عمل شده. این صفحه process.php، این صفحه ببین اینجا وقتی من زدم رفت به این صفحه، چون توی کد به این شکل در واقع درج شده بود این اتفاق افتاد. پس متد پست هاست مشخص رفته به این صفحه، اینجا که حالا ایجنت و این هاست کاری باش نداریم. اینجا مهمه، ببینید یوزرنیم آیتی اکتیو، پسورد مساوی پس 1 2 3 و ادامه ماجرا. این دیتا یک در زمانی که داشته ریکوست رو ارسال میکرده ما میخواستیم ارسال بشه تا اینجا و به این دلیل بوده، به دلیل اینکه این دیتا میخواسته ارسال بشه که دیگه متد get اینجا برای ما کاربردی نداشته و متد پست وارد عمل شده و بعد در ادامه سرور ریسپانس داده که ریسپانسش 404 بوده. گفته آقا این صفحه ای که درد شده ندارم، این صفحه هم اینم بادیشه که خب حالا چرا process.php اینجا تو این کدی که در واقع بوده این process.php خورده به عنوان اکشن در زمانی که این باتم لاگین فشرده میشه. خب اون چه که میخواستیم در واقع دیده بشه در رابطه با متد پست و دیتایی که ارسال میشه اینجا تونستیم به خوبی ببینیم. من پیشنهاد میکنم که خودتونم یه تستی بگیرین و چک بکنین این موضوع رو. یکی دیگه از جاهایی که میتونم مثال بزنم که احتمالا هر روز همه باش سر کار داریم و متد پست استفاده میشه، وقتی که مثلا از سرچ انجینا مثل گوگل استفاده میکنیم و یک متن رو وارد میکنیم، بعد میخوایم سرچش کنیم، اون زمانی که در واقع سرچ میکنیم اون دیتایی که میخواد ارسال بشه به سمت سرچ انجین به کمک همین متد پست ارسال میشه. امیدوارم که این ویدیو هم برای شما مفید بوده باشه و بقیه ویدیوها رو نیز دنبال کنید. خدا نگهدار.